به نام خدا. سلام عزیز جانم، خوش اومدی به جلسه سوم مینی دوره پولسازی. دکتر نسرین احمدی هستم، لایف کوچ و بیزینس کوچ و بسیار خوشحال و مفتخرم که در این سفر چند هزار نفره همراه و همیار شما دوست عزیزم هستم. اول از همه میخوام برم سراغ اصل ماجرا، تعهد. قرار بود که صد خودتون رو واسه این دوره بذارین. دوستایی که صد خودشون رو گذاشتن مطمئناً هم من و تیمم صدمون رو واسه اونا میذاریم، هم خداوند و جهان هستی صدشون رو برای اون دوستان و تو دوست عزیزم میذاره و اونجایی برگ برنده زندگیت رو میشه که خداوند صدش رو برای تو بذاره. اما خواست تو خواست خداست. آیا تو صدت رو برای خودت گذاشتی که انتظار داری جهان و خداوند صدش رو برای تو بذاره؟ از همینجا میخوام تشکر کنم از تک تک دوستانی که تمریناشون رو انجام دادن و برای تیم سینرژی ارسال کردن. وقتی که شما تمرین هاتون رو برای ما ارسال میکنین، انرژی ما میره بالاتر تا ما بتونیم بهترین خدمات و آموزش ها رو در اختیار شما دوستان عزیز قرار بدیم. امیدوارم که اگه تا امروز تمرینات رو انجام ندادی، امروز انجام بدی و توی قرعه کشی شرکت داده بشی. شاید برنده امروز جوایز ارزنده ما تو باشی. جوایزی که براتون در نظر گرفتم قطعاً به شما کمک میکنه که در مسیر ثروت سازی بهتری قرار بگیرید. دوست عزیزم، اگه تازه به جمع ما پیوستی و از درس سوم شروع کردی، لطفاً همینجا استاپ کن، برگرد درس اول و دوم رو ببین و بعدش درس سوم رو گوش بده و حتما تمرین هات هم انجام بده، چون چیزی که به تک تک شما دوستان عزیزم کمک میکنه که از مدار فقر به مدار ثروت شیفت کنید و حرکت کنید، تعهد شما به انجام تکالیف و تمرین هاتونه. دوستان گلم، این که میشینین صحبت های منو گوش میدین، منو میبینین، خیلی خوبه، خیلی ارزشمنده. نگرش جدید ایجاد میکنه، جهانبینی جدید ایجاد میکنه، سطح آگاهی شما رو میبره بالا، رابطه شما رو با پول بهتر میکنه. اما هیچ کدوم اینها شما رو از مدار فقر به مدار ثروت شیفت نمیده. فقط همون تمرین های ساده کوچولویی که بهتون گفتم این حرکت بزرگ رو در زندگی شما انجام میده. لطفاً گول سادگی تمرین ها رو نخورید، به شدت مؤثرن. اگه مؤثر نبودن من اینجا اینقدر جدی و محکم در موردش با شما صحبت نمی کردم. حالا بریم سراغ اصل ماجرا. آماده ای که بریم سراغ مباحث ارزشمند و بی‌نظیر این جلسه؟ اگه آماده ای بزن بریم. خب رسیدیم به اصل مباحث جلسه سوم مینی دوره پولسازی. اول به هم بگین که تمرین های روز قبلتون رو انجام دادین یا نه. قرار بود که توی فاز آلفا 30 دقیقه قبل از خواب، 30 دقیقه بعد از بیداری از گوشی دور باشین و شکرگزاری هاتون رو بنویسین. قرار بود که 12 قانون و 12 قدم پاکسازی رو یکی یکی توی زندگیتون شروع بکنین و قرار بود که از همه اونا مهمتر اهرم رنج و لذت 5 سال آیندهتون رو بدون علم پولسازی و با علم پولسازی بنویسید. امیدوارم که تمریناتون رو انجام داده باشید، خوشحال و قبراق و پر انرژی ادامه مباحث رو دنبال کنید. اگرم تمریناتون رو انجام ندادین، فدای سرتون، الان ذهنتون درگیر نباشه، خودتون رو سرزنش نکنید، بعد از دیدن این فیلم برین انجامشون بدین. نکته‌ای که بعد این جلسه بهش دقت می‌کردین اینه که بازی ذهنتون رو بشناسید. ببینید که از جلسه پیش تا این جلسه که تمرین هاتون رو انجام ندادین یا سخت انجام دادین، ذهنتون چی توش میگذشت.
اینکه اینا هم فایده نداره، نتیجه نمیده، اینکه من دنبال یه راه سریع و سیر برای پولدار شدن میگردم، اینکه الان خوابم میاد، اینکه الان سرم درد میکنه، اینکه بعداً انجام میدم، اینکه دفتر قشنگه رو هنوز نخریدم. بازی ذهن شما چیه؟ تا وقتی که بازی ذهنتون رو نشناسید، مقاومت ذهنتون رو طبق قانون اینرسی نشناسید، نمیتونید در برابرش مقابله کنید. شما باید بازی ذهنتون رو بشناسید و از ذهنتون بازی نخورید. وقتی میگه حالا بخواب بعداً انجامش میدم، اتفاقاً پاشین همون موقع انجامش بدین. اگه میگه اون دفتر قشنگه رو که نخریدی، بگو اشکال نداره، الان تو همین سررسیدی که دارم مینویسم، تمرین بعدیامو توی دفتر قشنگم مینویسم. میدونین میخوام بگم که از ذهنتون بازی نخورید تا بتونید توی هر مسیری که هستید موفق باشید، چه توی این دوره چه هر مسیر دیگه‌ای. باید بازی ذهنتون رو بشناسید، در برابر مقاومت ذهنتون مقابله کنید، از بازی ذهنتون بازی نخورید، نیفتین تو بازیش، بیاین بیرون. اما امروز میخوام یادتون بدم چطور آهنربای جذب ثروت بشین، چطور شما مغناطیستون انقدر بره بالا که اهدافتون رو جذب کنید. نمیخوام خرافات بگم، میخوام علمی بگم. ببینین، اولین چیزی که باید توی مسیر مالی بشناسیم اینه که ما باید ماتریکس رو بشناسیم. ماتریکس یک ساختاره، یک چارچوبه. هم توی ذهن ما یک چارچوب وجود داره، هم توی جامعه ما یک چارچوب وجود داره و هم توی جامعه انسانی یک چارچوب وجود داره. چارچوب ها و کدنویسی هایی که نوشته شده یا عامدانه یا بر اثر تکرار و ما درگیر اون چارچوب ها موندیم. اگه شما سقف مالیتون از یه عددی بیشتر نمیشه، شما تلاشتون 2 برابر میشه اما سقف مالیتون بالاتر نمیره. اگه توی روابطتون یه سری اتفاقات تکرار شونده رو تجربه میکنید، حتی با آدم‌های متفاوت، به خاطر اینه که شما درگیر یک ماتریکس و یک چارچوب هستید. تا وقتی که اون ماتریکس رو نشناسید، تا وقتی که نتونین بشکنینش، تا وقتی که نتونین ازش بیرون بیاین، نمیتونین انتظار تغییر از زندگیتون داشته باشید. این ماتریکس و این چهارچوب هم میتونه توی ذهن شما وجود داشته باشه و هم میتونه توی ناخودآگاه جمعی وجود داشته باشه. الان اکثر جامعه ایرانی دارن با سختی پول در میارن، دارن با آبروداری زندگیشون رو میگذرونن. چرا؟ چون درگیر ماتریکس هستن. این ماتریکس ها که برای ناخودآگاه جمعی جامعه کدنویسی شده، فقط مختص ایران نیست، توی تمام دنیا این کدنویسی ها انجام میشه. بعضیاش توسط خود آدم ها و ناآگاهی هاشون، بعضیاش توسط ابرقدرت های دنیا. اینا یه عالمه کدنویسیه که ما به صورت ناخودآگاه توی اون قرار گرفتیم و داریم اگر و آنگاهاش رو بدون اینکه بدونیم اجرا میکنیم. از این طرف میگیم که میخوایم پولدار شیم، میخوایم در مدار ثروت قرار بگیریم، اما از اون طرف این کدنویسیان که ما رو کنترل میکنن و نمیذارن ما درآمدهای بیشتر رو تجربه بکنیم، دقیقاً عین قفل و زنجیرن به جان ما، به ذهن ما، به روان ما، به دوراهی‌های زندگی ما و مسیرهای روشن رو، مسیرهایی که ما رو به سمت فراوانی میبرن رو سد کردن. ماتریکس ها به عنوان یک ساختار اقتصادی در کل جامعه وجود دارن و باعث شدن که آدم‌ها شبیه به ربات‌ها باشن. الان به زندگی‌های کارمندی و کارگری نگاه بکنید، بسیار انسان‌های شریفی هستن، اما اگه شما هم یک کارگر یا یک کارمند توی این جامعه هستین، مطمئناً زندگی با شرافتی دارین. اما سبک زندگیتون رو نگاه کنین، صبح بعد تایم مشخصی بیدار شین، برین هول بزنین، عجله کنین، 5 دقیقه دیر نرسین، کارتتون رو دیر نزنین، بعد یه سری کار روتین تکراری انجام بدین، عصر با یه عالمه فکر منفی، با یه عالمه ناراحتی، با یه عالمه فشار اقتصادی برگردین، برین توی راه خرید کنین، باز قیمت‌ها رو ببینین، اعصابتون بریزه به هم، باز بیاین توی خونه
و کلی انرژی منفی رو با خودتون بیارین توی خونه و شب یه خوابهای آشفته ببینین و دوباره همون و دوباره همون و دوباره همون. و ما انسان‌ها برای این طراحی نشدیم، یعنی نظام خلقت طراحیش بر اساس این نبوده که ما فقط بدو کنیم که پول در بیاریم، که بتونیم یه زندگی معمولی برای خودمون ایجاد بکنیم. ما توی مسیر ماتریکسی افتادیم. ماتریکس همون پارادایم ذهنیه. اگه کلمه پارادایم ذهنی رو هم شنیده باشین همون مفهومو میده. یه سری کده، یه سری داده است، یه سری اگر و آنگاهه که ذهن ما بر اساس اونا طراحی شده. مثلا باورهایی که میگیم تورم که تموم شدنی نیست، ایران که وضعیت اقتصادیش حالاها خوب نمیشه، من که قرار نیست در مدار ثروت قرار بگیرم، اونا شانس دارن، اونا پارتی دارن، اونا رانت دارن، اونا از ما بهترونن. اینها همه کدنویسی های ذهنیه که ما به خودمون، به توانمندی هامون، به اشرف مخلوقات بودنمون باور نداشته باشیم. حالا ممکنه که بگین مگه دروغه؟ خب تورم که داریم، شرایط اقتصادیمون که بده، حقوقامون که کفاف زندگیمون رو نمیده. همش درسته، همش درسته. اما آیا شما کسی رو سراغ ندارید توی همین جامعه ایران، توی همین شرایط اقتصادی که پول پارو کنه؟ از راه درست پول پارو کنه؟ سراغ ندارین؟ من هزاران آدم تو همین ایران سراغ دارم که از راه درست در مسیر ثروتمندی قرار گرفتن، ارث و میراث پدری هم نداشتن. چطور شده؟ خودشون رو از ماتریکس آوردن بیرون. چطوری میتونیم خودمون رو از ماتریکس بیاریم بیرون؟ چطور پارادایم ذهنیمون رو، کدنویسی های ذهنیمون رو تغییر بدیم؟ خروج از ماتریکس، خروج از تله‌های جسم، روان و ذهنه. و تا وقتی که ما نتونیم خودمون رو از این تله ها خارج کنیم، نمیتونیم رشد و شکوفایی مالی رو توی زندگیمون تجربه کنیم. میخوام بهتون بگم که چطور خودتون رو از ماتریکس خارج کنین. اما قبلش این تصویر قشنگ رو ببینید. تلاش های شما اون بخشیه که شما پاتون رو گذاشتین روی پدال گاز و دارین تلاش میکنین که رشد کنین، پیشرفت مالی تجربه بکنین. اما باورهای محدود کننده و پولسوزی که دارید، عادتهای پولسوزی که دارید، تله‌ها و طرحواره‌های پولسوزی که در ناخودآگاه شما در بخش روان وجود داره و تله‌های جسمی که شما رو توی ماتریکس نگه داشته، انگار باعث شده که یه پاتونم همزمان روی پدال ترمز باشه. یعنی شما یه پاتون روی پدال گاز پولسازیه، یه پاتون روی پدال ترمز پولسوزیه. و چون قدرت ناخودآگاه بیشتر از خودآگاهه، اونجوریه که شما در مسیر برگشت قرار میگیرین، اونجوریه که شما در مسیر پسرفت قرار میگیرید. نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که چطور از ماتریکس جسم خارج بشیم. جلسه پیش اون 12 تا قانون پاکسازی که بهتون گفتم، همشون علاوه بر این که یه بخش‌هایش کمک میکنه که از ماتریکس ذهن و روان خارج بشین، کمکتون میکنه که از ماتریکس جسم خارج بشین. قند، مشروبات الکلی، دخانیات شما رو در ماتریکس قرار میده. اگه اهل دود و دم و قلیون و اینها هستین، واقعا ترکش کنید، چون شما رو از پولسازی دور میکنه. اگه اهل مشروبات الکلی هستید، به خاطر اینکه در مدار ثروت قرار بگیرید ترکش کنید. بعد ممکنه که سوال کنید که این همه توی دنیا دارن دخانیات و مشروبات الکلی مصرف میکنن، خیلی هاشون هم پول دارن، ثروتمند نیستن. یادتون به کاراکتر الماس بیاد، قراره که ثروتمند باشین، قراره که سلامتی و نظام خانواده و شادی و امنیت و همه اینها رو در کنار پول داشته باشین. من دارم از ثروتمندی صحبت میکنم. قند رو کم کنین، من نمیگم حذف کنین. اما مشروبات الکلی، دخانیات، فلوراید، کلور و همه آن چیزهایی که ابرقدرت‌های دنیا تنظیم کردن تا شما در مدار فقر قرار بگیرید رو کنار بذارید. اما بیایم سراغ ذهن. چطور از ماتریکس ذهن خارج بشیم؟ این تصویر رو جلسه پیش هم بهتون نشون دادم. خودآگاه و ناخودآگاه ما رو نشون میده، ذهن ما رو نشون میده. ذهن ما شبیه به یک کوه یخه که یه بخش کوچیکیش
بالا از سطح اقیانوسه و مابقیش زیر سطح اقیانوسه و ما نمیبینیمش. اون قسمتی که بالاست 5 تا 10% و اون قسمتی که پایین سطح اقیانوسه 90 تا 95% ذهن ما رو تشکیل داده و قدرت به دست اون قسمت پایینیه، همونی که پر از پیچیدگی و لایه‌های تو در توه و کدنویسی‌های ذهن ما بر اساس اون نوشته شده. ما باید دسترسی پیدا بکنیم به ضمیر ناخودآگاهمون و کدنویسی‌های اون رو تغییر بدیم. اصلا کار سختی نیست، اما تکنیک میخواد. یعنی تا تکنیک، مداومت و پشتکار نداشته باشید نمیتونید اصلاحش کنید. این هم یه نمای دیگه ایه که خودآگاه و ناخودآگاه ما رو نشون میده. ضمیر خودآگاه ما داده های کمتری داره، ما بهش مسلط تریم، میدونیم که چی داره توش میگذره، میفهمیمش، تجزیه تحلیلش میکنیم، تصمیم میگیریم. اما ناخودآگاه ما پر از داده است، در لحظه داره ثبت و ضبط میکنه، ازشون بیخبریم، بخش زیادیشون رو نمیشناسیم، نمیدونیم چیه و همونهان که کنترل زندگی ما رو به دست میگیرن. شما اگه خانوم باشین 2 تا خواستگار براتون میاد، منطق، عقل، اصول میگه که این گزینه خوبیه، اما شما ناخودآگاه گزینه دوم رو انتخاب میکنید و خدای نکرده توی زندگی تجربه های تلخی رو تجربه میکنید و بعد میگین که چرا عقلم کار نکرد روز اول. شما ممکنه که در برابر 2 تا پیشنهاد شغلی قرار بگیرید. روزای اول ممکنه که عقل و منطقتون بگه که گزینه اول درسته، اما بعد به صورت ناخودآگاه یه سری اتفاق میفته و یه سری راه پیش میاد و یه سری آدم سر راهتون قرار میگیرن که شما رو به راه دوم هدایت میکنن و اون موقع شما میرین و توی اون مسیر شغلی آسیب میبینین، شکست میخورین، پس رفت میکنین و بعد میگین که چرا روز اول عقلم کار نکرد. میدونین روز اول خودآگاهتون یه چیزی میگفته، اما هدایتگر شما ناخودآگاه شما بوده. ناخودآگاه ما چطور شکل میگیره؟ تمام آن چیزی که ما توسط حواس 5گانمون ثبت و ضبط کردیم از دوران نوزادی و تولد تا کنون، تمامش به صورت کد توی ناخودآگاه ما ثبت و ضبط شده. بعد تکرار شونده های اونها خلق زندگی ما رو به دست گرفتن. یعنی چی؟ مثلا اینکه ما سریال های زیادی توی دوران کودکی دیدیم که توی اون سریال ها همیشه آدم هایی که دل شاد داشتن، حس خوشبختی توی خانوادهشون موج میزد، آدم هایی بودن که باباه از یه شغل معمولی با یه پاکت مقوایی میوه و یه هندونه زیر بغل میومد خونه، هندونه رو مینداخت توی حوض، همشون خندون و شاد میشستن دور هم دیگه و حس خوشبختی و شادی توی اون زندگی معمولی موج میزد. و بعد سریال هایی رو دیدیم که آدم های ثروتمند، نظام خانوادهشون به هم ریخته و آشفته بود، همشون در حال طلاق گرفتن بودن، آقای داشت به خانم خیانت میکرد، مامانه دارو مصرف میکرد، داروی اعصاب مصرف میکرد، بچه هاشون اگه تو سن جوانی بودن دختر خانواده به یک مرد اشتباه و نادرست پناه میبرد، پسر خانواده به سمت اعتیاد میرفت. ما خیلی از این سریال ها دیدیم، کدنویسی هایی که آمدانه یا بر اثر ناآگاهی طراحی شده تا ماها در مدار فقر بمونیم، تا ماها کدنویسی های ذهنمون این باشه که پول خوشبختی نمیاره، پول مشکلات به همراه داره، پول نظام خانواده رو به هم میریزه. الان ممکنه خیلیاتون بگید نه ما اصلا هم چنین باوری نداریم، اتفاقا پول خوشبختی میاره، اتفاقا که پول نظام خانواده رو به هم نمیریزه. دوست عزیزم، این چیزایی که الان مثل آدم روشن فکرها داری میگی جمله های خودآگاهته. گفتم قدرت خودآگاه 5%. اون چیزهایی که توی کودکی و نوجوانی تکرار و تکرار و تکرار شده و به صورت غیر مستقیم درون من و شما کدنویسی شده، اونها داده های ناخودآگاهمونه، قدرتش 90 تا 95%. پس به بیرون زندگیت نگاه کن. اگه یه زندگی معمولی داری، اگه یه زندگی معمولی رو به پایین داری، یعنی اینکه اون کدهای اشتباه ناخودآگاه داره زندگیت رو اداره میکنه. گفتم دیگه براتون
من یادم ما دهه 60 یه کتاب اجتماعی داشتیم، یه خانواده معمولی خوشبخت رو هر بار برای ما به تصویر میکشید. میخوام بهتون بگم که آن چیزی که در نظام آموزش پرورش، در خانواده، در جامعه، در سریال ها و فیلم ها به ما خوروندند و عملاً به خورد ما دادن شده کدنویسی های ذهن ما. خیلیاش آمدانه نبوده ها، خیلیاش واقعاً اتفاقاتی بوده که توی جامعه میافتاده، اما چون بولد شده، تکرار شده، اونها شده کدنویسی های اشتباه ذهن ما. بنابراین ناخودآگاه شما ممکنه که روی پولسوزی برنامه ریزی شده باشه، در صورتی که خودآگاهتون داره تلاش میکنه که به پولسازی برسه. اگه میخواین این نظام رو تغییر بدین، قبلش باید یه چیزی رو بدونین. جهان هستی کارش اینه که باورهای شما رو به شما اثبات کنه. شما اگه اینجا نشستی گفتی این فیلمم فایده نداره، من با این فیلمم پولدار نمیشم، واقعاً جهان هستی یه کاری میکنه که با دیدن این آموزش ها هم پولدار نشی. اگه باورت اینه که من همیشه قراره که نظام زندگیم همین باشه و بدوم و پول بدوه و خوشبختی به من رو نمیاره، واقعا جهان هستی عین قول چراغ جادو میگه بله چشم قربان، شما اگه اینو میخواین من همینو بهتون میدم. میدونین ما باید باورهامون رو تغییر بدیم، اما باورهامون با چیزی که توی کلام ما میگذره از زمین تا آسمون فرق میکنه. ما باید از تکنیک های پاکسازی ضمیر ناخودآگاه استفاده کنیم. اول داده های ناخودآگاهمون رو بکشیم بیرون، ببینیمشون، باهاشون روبرو بشیم، بپذیریمشون و بعد با تکنیک ها اونا رو پاکسازی کنیم. وقتی پاکسازیشون کنیم کم کم نظام زندگیمون تغییر میکنه، کم کم نظام زندگیمون تغییر میکنه. دوبار گفتم که بهش دقت کنی، به خاطر اینکه انتظار یه شب پولدار شدن انتظار اشتباهیه، اما این کم کم تغییر کردن طبق اثر مرکب یه جایی یه شتاب شدیدی میگیره و یه جایی شما پولدار شدن زیاد رو تجربه میکنین. همونطور که اطرافتون دیدین آدمایی که شما فکر میکنین یه شب پولدار شدن، اما اونها چند سال چند ماه داشتن برای اون یه شب پولدار شدن تلاش میکردن. پس از این اسلاید دور نشیم. باورهای شما هر چی باشه، جهان هستی تمام تلاشش رو میکنه با آدم ها، با اتفاقات به شما بگه که شما باورهاتون درسته. بیایم سراغ تله ها و طرحواره هایی که در روانمون داریم و باعث شده که مثل قل و زنجیر به دست و پای ما بپیچه و نذاره که ما در مسیر خوشبختی قرار بگیریم. طرحواره هایی که به صورت مرسوم در دنیا در موردشون صحبت میشه 18 تا تله و طرحواره اصلی هستن. بیشتر برای رابطه از طرحواره ها استفاده میکنن، اما من توی دوره از پولسوزی تا پولسازی یه تست بسیار ارزشمند از دوستان میگیرم. با سوالهای مالی که از اونها میپرسم کاملا متوجه میشیم که گیر طرحواره‌ای که توی کودکی برای اون فرد اتفاق افتاده چیه و دقیقاً میریم سراغ همون گیرها و اون کدها رو اصلاح میکنیم، اون باورهای اشتباه رو اصلاح میکنیم و فرد در مسیر فراوانی قرار میگیره. ببینین تله‌های شخصیتی 18 تاست. الان اصلا فرصت این که من 18 تا رو براتون بگم نیست. 5 گروه اصلی تقسیمشون کردم. میخوام مثلا نکات رو در مورد تله ها بگم که ببینید خودتونم درگیر این تله ها هستین. ماها حداقل 4-5 تا تله شخصیتی داریم، ممکنه یک کسی هم باشه 17-18 تاشو داشته باشه. من تو دوره پولسوزی تا پولسازی داشتم دانشجوهایی که 17-18 تا تله شخصیتی داشتن، طرحواره داشتن، یعنی همه طرحواره ها رو داشتن. تا وقتی که طرحواره هاشون درمان نمیشد، اونها در مدار پولسازی قرار نمی گرفتن. اما این طرحواره ها چی هستن؟ طرحواره های گروه اول طرحواره هایی هستند که در اثر والدین سرد، والدین پرمشغله و والدینی که تجربه هایی نظیر طلاق رو تجربه کردن در کودک ایجاد شده. کودک اون احساسی که باید دریافت بکنه، اون محبتی که باید دریافت بکنه رو توی بعضی از مواقع دریافت نکرده. کسایی که توی این طرحواره هستن دچار
باورهای اشتباهی هستن، باورهایی که ارزشمندهای دنیا، آدم خوبا، ارزشمندها، پول منو دوست نداره، به سمت من نمیاد، منو رها میکنه، یه جایی منو میذاره میره. کسایی که توی این گروه ها هستن این مدل تصمیم های مالی رو دارن، یا تصمیمات بسیار پر ریسک و پر خطر سرمایه گذاری دارن، یا خریدهای افراطی دارن که براش هیچ برنامه‌ریزی قبلی نکردن. کسایی که میرن بازار درمانی جز همین گروهن. و از اون طرف کسایی که چون مارگزیده شدن از ریسمون سیاه و سفید میترسن، دیگه سراغ شغلای پر ریسک نمیرن، دیگه سراغ شریک گرفتن نمیرن، شریک‌های کلاهبردار رو تجربه کردن و یه جاهایی هم تبدیل شدن به یه آدم‌هایی که از حق خودشون کوتاه میان، چه در برابر حقوقشون، چه در برابر مزایاشون، چه در برابر هر چیزی که هستن از حق خودشون کوتاه میان. این آدما ممکنه که مشکل شبکه سازی هم داشته باشن. اما گروه دوم که 4 تا از سلحه‌های شخصیتی رو تشکیل میده، گروهی هستند که والدین بسیار حمایتگر، بسیار کنترلگر و حتی محتاط داشتن. این بچه‌ها وقتی که بزرگ میشن توی بزرگسالیشون اون استقلال کافی رو ندارن. توی بزرگسالی حس میکنن که برای تصمیمات مالی نیاز دارن به کمک دیگران، نمیتونن تنهایی تصمیمات مالیشون رو بگیرن، از حق خودشون کوتاه میان، یه جاهایی که حقشون نیست میمونن به خاطر وابستگی، مثلا توی شغلی میمونن به خاطر اینکه به همکاراشون، به رئیسشون، به یه چیزی توی اون شغل وابسته هستن. جرأت اینکه شغلشون رو عوض بکنن ندارن چون حس میکنن به تنهایی از پسش بر نمیان. شروع نمیکنن کسب و کارهایی که ممکنه براشون ریسک داشته باشه اما درآمدهای بالا هم داشته باشن. حاضرن که توی شغل بخور نمیر بمونن اما اون همه ایده شغلی که توی ذهنشون هست رو اجرا نکنن. ناخودآگاه نمیتونن، انگار یه مانعی، همون تله و تحواره، نمیذاره که به سمت اون فراوانی حرکت کنن. این گروه اصولا توی شغل‌های کم درآمد میمونن. اما گروه سوم تله‌های شخصیتی، 3 تا تله شخصیتی جز این گروهه. اینا والدینی داشتن که بسیار حمایتگر و تحسینگر بودن، والدینی که نمیخواستن آب تو دل بچهشون تکون بخوره. باورهایی که در این افراد قرار میگیره باعث میشه که اونها نتونن با واقعیت‌های تلخ جامعه روبرو بشن. اونا دچار خریدهای افراطی لوکس میشن و فکر میکنن که حقشونه که یه شبه پولدار شن. میرن سراغ سرمایه گذاری های بسیار پر ریسک و بسیار پر خطر و اونا اصولا توی سن جوونی تجربه های تلخ مالی تجربه میکنن. کسایی که کلاهشون رو برداشتن توی اعداد و ارقام بزرگ، کسایی که ازشون سوء استفاده های مالی کردن توی اعداد و ارقام بزرگ، خودشون بدون حساب کتاب مالی یا عالم وام گرفتن، قرض گرفتن یا هزینه های بیخود کردن و مقروض شدن و زیر بار فشار قرض موندن. اینا بدهی های سنگین به بار میارن و اصل مطلبم اینه که نگاهشون کوتاه مدته و اصلا اهداف بلند مدت مالی و برنامه های بلند مدت مالی ندارن. گروه 4 که 4 تا از تله‌های شخصیتی رو تشکیل میدن، گروهی هستند که والدینی داشتن که مستبد بودن، سختگیر بودن، کنترلگر بودن و محبت مشروط به بچه میدادن. یعنی چی؟ یعنی برو این کار بکن تا مامان دوستت داشته باشه، برو این کار بکن تا بابا دوستت داشته باشه، تا بابا فلان چیزو برات بخره. یعنی مشروطشون کردن. اینا توی بزرگسالی دچار مشکلات مالی میشن که نمیتونن نه بگن. اصولا توی مذاکرات مالی کوتاه میان از حق خودشون حتی اگه به ضررشون باشه. این افراد بعضی وقتا برای اینکه جلب توجه کنن از دیگران خریدهای لوکس و نمایشی انجام میدن. آدمایی که توی فضاهای مجازی خیلی بروز میدن اون آورده های مالیشون رو میتونن جزء این گروه باشن. البته نه همشون، بعضیاشون میتونن دچار این تله شخصیتی باشن. این افراد اصولا نمیتونن زندگی مالی خوبی رو تجربه بکنن. اما گروه پنجم 2 تا از تله های شخصیتی رو تشکیل میدن. این گروه
دارای والدین منفیگرا، مضطرب، سختگیر و گاهی وقتا به شدت کمالگرا هستن. این افراد توی بزرگسالی دچار کمالگرایی افراطی میشن. آدم‌هایی که توی مسیرهای شغلی خیلی به خودشون فشار میارن و انقدر برای شروع کردن دست میکنن که خودشون خسته میشن، خیلی دیر میشه دیگه. و به خاطر اینکه خیلی کمالگرا هستن میخوان همه مقدمات فراهم بشه، بعد برن سراغ اون شغل ایدئالشون، بعد برن سراغ تغییر شغلشون و اصولا درجا میزنن دیگه. به خاطر کمالگراییشون اهمال کار میشن. یه نکته دیگه ای که وجود داره، این افراد به خودشون و اطرافیانشون خیلی سخت میگیرن. اگه کارمند دارن به کارمنداشون خیلی سخت میگیرن، به خودشون خیلی سخت میگیرن، منتقدهای شدیدی برای خودشون و دیگران هستن و همه این عوامل باعث میشه که در مسیر ثروت‌سازی قرار نگیرن. دوست عزیزم، لابلای صحبت هام احتمالاً گفتی ای منم همینجورم، ای داره منو میگه، ای منم. آره ماییم، همه ماییم. ماها از کودکی طبق اون برنامه ریزی هایی که توسط والدینمون شدیم درگیر یه سری از طرحواره ها موندیم. من الان نتایج مالی این طرحواره ها رو بهتون گفتم، نتایج رابطه ای هم داره. بهتون پیشنهاد میدم پستی که توی پیجم هست و گفتم که هم یارت رفته هم پولت رفته رو گوش بدین. اون داره در مورد یکی از طرحواره‌های گروه اول صحبت میکنه که باعث میشه هم آدما ما رو بذارن برن، هم پولمون رو الکی از دست بدیم. یه وایس چند دقیقه‌ای روی اون پست گذاشتم برای کسایی که کامنت میذارن و خیلی میتونه دیدگاه شما رو بازتر بکنه. ما توی دوره‌های پیشرفته تر، مفصل تر در مورد این 18 تا طرحواره صحبت میکنیم، تست میگیریم، طرحواره ها رو میکشیم بیرون و روی اونا کار میکنیم تا وقتی که این اگر و آنگاه هایی که توی کودکی برای ما شکل گرفته، اون باورهای نادرستی که توی کودکی برای ما شکل گرفته درست نشه، ما نمیتونیم پول راحت به دست بیاریم. ما پول سخت کم به دست میاریم. اگه میخوایم پول راحت زیاد به دست بیاریم، باید از ماتریکس روان که طرحواره‌های شخصیتیمون هست خارج بشیم. نکته بعدی که توی بحث ماتریکس روان هست اینه که ما باید روی عزت نفسمون کار بکنیم. این درخت رو براتون گذاشتم که بگم شاخ و برگ این درخت اعتماد به نفسه، اما ریشه های این درخت عزت نفسه و محصول این درخت اون رشد، پیشرفت و شکوفاییه که شما توی مسائل مالی و رابطه‌ای و هر آن چیز دیگه‌ای توی زندگیتون تجربه میکنید. اگه میخواین این درخت محصول خوبی بده، درخت زندگی شما محصول خوبی بده، باید حواستون به ریشه هاش باشه، باید حواستون به عزت نفس باشه. عزت نفس با اعتماد به نفس فرق میکنه. بارها و بارها توی پیجم توضیح دادم. اعتماد به نفس ویترین بیرونیه، هیچ ربطی به عزت نفس نداره. شما ممکنه که آدمی باشی که توی کارت خیلی اعتماد به نفس داری اما عزت نفس نداری. عزت نفسه که تفاوت این دو فرد رو تعیین میکنه. آدمی که در مسیر فراوانی مالیه، آدمی که همه میبیننش، همه بهش توجه واقعی، محبت واقعی نشون میدن، روابط خوب تجربه میکنه، گشایش در زندگیش تجربه میکنه، آدمیه که عزت نفس داره و آدمی که بدبیاری های پشت سر هم تجربه میکنه، رابطه های شکست خورده تجربه میکنه، مسائل مالیش سخت جلو میره، به بحران های مالی میخوره، چالش های مالی تجربه میکنه، آدمیه که عزت نفس پایینی داره. دوست عزیز من، برگ برنده شما در موفقیت زندگیتون رشد عزت نفستونه. حالا عزت نفسمون رو چجوری رشد بدیم؟ اولا با درمان اون طرحواره ها باید عزت نفسمون رو رشد بدیم. عوامل رشد عزت نفس چیه؟ خودپذیری، خوددوستی، خود ارزشمندی، خود ابرازی. 4 تاش با هم فرق میکنه. هم باید خودتو دوست داشته باشی، عمیق عمیق عمیق، نه ظاهری بله من خودم دوست دارم، نه چیکارا واسه خودت میکنی. هم خودتو بپذیری، بله ماها هر کدوممون یه عالمه نقاط منفی داریم، دوستشون داری، میپذیریشون، باهاشون کنار میای، میگی من اوکی الان همینم، دوست دارم بهتر شم اما الان این بدیارم دارم، میپذیرمشون که دارم، انکار نمی کنم. و خود ارزشمندی، آیا من خودم رو ارزشمند و لایق بهترین ها میدونم؟
آیا من خودم رو لایق درآمد بالاتر میدونم؟ آیا من خودم رو لایق زندگی با رفاه میدونم؟ اگه میدونم چطوری دارم با خودم رفتار میکنم؟ رفتارم با خودم در شأن یک انسان با لیاقت و ارزشمنده یا نه؟ جهان هستی با کلام ما کاری نداره، با حرف روی زبون ما کاری نداره، با اون چیزی که درون ما میگذره کار داره، با مجموعه احساسات و فرکانس هایی که ما به جهان هستی میفرستیم کار داره. و چهارمی خود ابرازی. اگه جایی نظرت مخالفه بگو، اگه جایی حست خوب نیست بگو، اگه چیزی رو دوست نداری بگو، در جای درستش بگو. از شرایط درآمدیت ناراضی به رئیست بگو، توی خونه از اتفاقاتی که میفته ناراضی بگو، به اطرافیانت بگو، خودتو بروز بده، خشمتو، ناراحتیتو، ترستو، اضطرابتو بروز بده. خود ابرازی سالم. و اینا ماها کار کردن میخواد، طبق اصول، یعنی با حرف نیست. من امروز تصمیم میگیرم خودم رو دوست داشته باشم، میرم جلو آینه میگم عزیزم من دوست دارم، خوبه ها، ولی اصلاً قدرت اون 90% رو نداره. باید اصولی و ریشه‌ای روی اینا کار بشه. من میگم که تکنیک های آینه خیلی مفیدن برای رشد عزت نفس. این که من برم توی آینه به خودم کلام خوب بگم، از خودم تشکر کنم، قدر خودم رو بدونم، حسای خودم رو درک بکنم، بگم عزیزم نسرین میدونم که داری میترسی، میدونم که مضطربی، میدونم که تحت فشاری، با هم درستش میکنیم، من دوستت دارم. آره بگین، تمرین کنین. من 10 تکنیک آینه متفاوت و اثرگذار به دانشجوام آموزش میدم که به مرور اثرگذاره، اما تنهایی فایده نداره، باید با پاکسازی‌های ضمیر ناخودآگاه باشه. شما یه ذکر شمار بگی دسته، صبح تا شب بگو که من خودم رو دوست دارم، من خودم رو دوست دارم، من ارزشمندم، من لایقم، من لایق بهترین هم، من لایق ثروتم. کار نمیکنه تا وقتی ضمیر ناخودآگاهت در این حد آشفته است، این کلام قدرت این که در برابر این آشفتگی بایسته رو نداره. ولی وقتی ذهن شما پاکسازی میشه، آرومه، این کلام اثرگذاره. توی مرحله اول اون جمله های تأکیدی به این دیواره میخورن، توی خودآگاه داری تکرارشون میکنی، میخوای بفرستشون توی ناخودآگاه، صد جلوشونه. اون صدا چیه؟ همین باورا، همین کدای اشتباه، همین داده های غلط. و اگه یاد بگیری اونا رو اصلاح کنی، این سده ضعیف میشه، این سده راه برات باز میکنه. اون موقع این تکنیکا جواب میده. تکنیکایی که توی اینستاگرام، توی لایوا، توی محتواهای کوچولو کوچولو میبینی مال قدم آخره، مال قدم اول نیست. قدم اول ازشون استفاده کنی نتیجه نمیگیری. صبح تا شب بشین بگو من خوشبختم، من موفقم، من پول دارم، من خودم تو بنز رویاهام تجسم میکنم. نمیره، 100 جلوشه، 100. اول باید قدم به قدم این سد رو خراب کنی، بعد که این سد رو خراب کرده اونا جواب میده. این سده چطور خراب میشه؟ با اصلاح باورها، با اصلاح ضمیر ناخودآگاه، چه تو بخش ذهن چه تو بخش روان. و اون موقع شما در مدار ثروت قرار میگیرین. فرکانس هایی که به جهان هستی میفرستین که از جهان هستی بازخوردش رو بگیرین از جنس فراوانیه. و اون موقع است که شما مغناطیس ارزشمندی دارین و میتونین اهدافتون رو به سمت خودتون جذب کنین. آهنربای جذب ثروت میشین، مغناطیس قوی میشین که میتونین ثروت و فراوانی رو به سمت خودتون جذب کنید. و من میخوام بهتون بگم که اون موقع ثروت و فراوانی هم شما رو به سمت خودش جذب میکنه. نکته دیگه ای که امروز میخوام بهتون آموزش بدم اینه که ما پول رو بشناسیم. پول یک وجود زنده است. پول شعور داره، پول هوش داره، پول حافظه داره، پول احساس داره. تا اینجوری بهش نگاه کرده بودین؟ آره، پول میفهمه که شما اونو واسه چی دوست داری. میترسی، ترس از دست دادنش رو داری، بهش چسبیدی و میخوای نگهش داری. پول حساتو میفهمه. پول به شدت حافظه قوی داره، میدونه که شما تجربه های تلخ مالیتون چی بوده در گذشته، ممکنه که همونا رو براتون تکرار بکنه. پول احساسات شما رو دریافت میکنه. عجیبه؟
خرافاته؟ نه. پول شعور داره. پول جایی میره که قدرشو میدونن. پول جایی میره که در جای درست سرمایه گذاریش میکنن. پول به شدت قهروه. قدرشو ندونی میره بر نمیگرده. کدومتون یه مراحلی از زندگیتون گشایش مالی تجربه کردین و چون سرمایه گذاری های اشتباه داشتین و چون در جای غلط پولتون رو خرج کردین و چون بالخرجی های افراطی بریز به پاش های چشم و همچشمی زیاد داشتین، پول قهر کرده، پول رفته و حالا دیگه دارین خودتون رو میکشین که دور از جون که به اون پوله برسین. نمیرسین. دوباره اون دستاورد مالیه رو ندارین. پول قهر میکنه. پول جایی که قدرشو ندونن قهر میکنه. شما آدم ثروتمندای دنیا رو در نظر بگیرید، همشون سرمایه گذاری های درست و اصولی دارن. آیا میرن توی قمار سرمایه گذاری کنن ثروتمندا؟ نه، چون میدونن پول قهر میکنه. شما آیا به پول به عنوان یک موجود زنده احترام میذاری؟ احترام نیست که برداری پولو ببوسی یا البته که ما توی تاریخچه فرهنگیمون آدم مسنهامون بازاری های قدیمیمون پولو میبوسیدن، یعنی احترام میذاشتن، مشتری رو چشمشون میذاشتن، احترام میذاشتن به کسی که قرار براشون پول بیاره. کشورهای خارجی رو نگاه بکنین چقدر مشتری مداری دارن. این یعنی احترام به پول، این یعنی احترام به مسیری که قرار برای من پول بیاره و پول میره جایی که احترام برای پول و برای خودشون قائل باشن و پول کاملا هوشمنده. پول کاملا احساسات ما رو میفهمه. من در مورد روانشناسی پول، در مورد پول خوشحال، پول غمگین و روانشناسی پول و اینکه پول میتونه چه کاراکتری در مقابل ما به عنوان یک موجود زنده باشه و ما باید چه رفتارهای درستی در برابر پول نشون بدیم، خیلی مفصل‌تر توی دوره‌های تکمیلی صحبت میکنم. اما کافیه که بدونیم پول شعور داره، حسای شما رو دریافت میکنه و اینکه چقدر براش ارزش قائلین و احترام براش قائلین رو میفهمه. همین دو سه تا قانون رو بدونین نصف راهو رفتیم. اما چطور میشه که آدم‌ها ثروتمند میشن؟ این نمودار داره 4 گروه شغلی رو نشون میده. گروه اول، گروه ای، آدم‌هایی هستن که کارمندن، کارگرن، یعنی عملاً دارن برای کسی دیگه ای کار میکنن. گروه دوم، گروه اس، گروه هستن که خویش فرما هستن، خودشون برای خودشون کار میکنن. حالا ممکنه که پزشک باشه خودش برای خودش کار بکنه، ممکنه که یه مغازه‌دار باشه خودش برای خودش کار بکنه. گروه سوم بی، گروهی هستن که بیزینسمن ها و بیزینس وومن ها هستن، کسایی هستن که یک کسب و کار و یک بیزینسی دارن و یه سری آدم ها دارن براشون کار میکنن. و گروه چهارم گروه سرمایه گذارها هستن. ثروت اصلی دنیا دست 2 گروه سمت راستیه و بیشتر آدم های دنیا جز این گروه سمت چپی هستن. شما ممکنه بگی که خب پزشکا که خیلی پول دارن، اما جز گروه اس چرا هستن؟ پزشکا اگه سرمایه گذاری نکنن پولدار نیستن. پزشکا اگه کلینیک نزنن و بیزینس راه نندازن پولدار نیستن. میتونن یک کمی رفاه بیشتری نسبت به آدم معمولی ها داشته باشن. اما پزشکی که سرمایه گذاری بلده، یعنی میدونه که از پولش در جای درست استفاده کنه و سرمایه گذاری کنه و انباشت پول رو میدونه، اون در مسیر ثروت قرار میگیره. اینا سواد مالیه، اینا هوش مالیه. پس همه چیز برای اینکه ما رو به ثروت برسونه باید به یک سرمایه گذاری درست ختم بشه. اما اینو در نظر داشته باشین که مسیر رشد مالی طبق قانون تکامله. شما اگه یه شبه میلیاردها پول به دست بیاری، قطعاً توی 3 تا 6 ماه همه اون پول رو از دست میدی. اگه مقروض نشی همه اون پول رو از دست میدی. چرا؟ چون ذهنت نمیپذیره، ناخودآگاهت نمیپذیره اون حجم ورود پول رو. باید پله پله رشد کنی. این پله پله میتونه سریع باشه، کند نباشه، اما نمیتونه یه دفعه از پله یکم بری پله 100. اگه حقوقت الان 5 میلیون تومنه، توی تمرین‌های جلسه اول دوم نوشتی که میخوام حقوقم بشه 20 میلیون تومن، ذهنت پس میزنه. خیلی الان دارن توی این جامعه حقوق 20 میلیون دارن. عجب غریب نیست، ولی برای ذهن تو عجب غریبه. برای ذهنت اینه که 5 میلیون رو بکن 10 میلیون.
اوکی، 10 میلیون رو تیک زدی، بعد برای 10 میلیون بنویس 20 میلیون، اونو تیک بزنی. میدونی پله پله رشد میکنی. شماها یه شبه نمیتونی از ای بپری آی، ذهنت پس میزنه. این همه آدم کارمند و کارگر و زندگی معمولی، یعنی گروه EOS، که سال 98 99 پولاش رو بردن توی بورس، یعنی رفتن جزو گروه آی. چی شد؟ یه موج عظیمی توی ایران اتفاق افتاد و یه عالمه سوخت پول اتفاق افتاد. ناخودآگاه جمعی پس زد. وای ما پولمون رو یه ماه میذاشتیم تو بانک 2% هم زوری بهمون میداد، الان یه روزه من 5% گرفتم. پس زد ذهن آدما، همه پولا سوخت. حالا میگین که نه سیاست‌های دولت بود. ناخودآگاه جمعی یعنی یه سری آدم‌ها تو مسیر قرار میگیرن، یه سری تصمیم‌ها میگیرن که باورهای ما طبق قوانین جهان هستی اجرا بشه. باور من اینه که اصلا عجیب غریب شد این رشد پول برای من. جهان هستی میگه خب آره دیگه عجیب غریبه، پس تو نباید تجربهش کنی، تو باید چیزی رو تجربه کنی که میتونی به صورت معمولی باورش کنی. پولا رو پس داره، پولا سوخت. همون آدما رفتن روی بیت کوین و روی ارز دیجیتال سرمایه گذاری کردن، باز ذهن پس میزنه. من یه محتوا دارم تو اینستاگرام تحت عنوان لاتاری ما دهه 60، بریم گوش بدین. کاملا گفتم ذهن پس میزنه یعنی چی. ذهن پس میزنه. اگه شما از پله اول رفتی پله صدم، پس هدفهای مالی تو ریز ریز کوتاه کوتاه بنویس که برسی بهشون. تیک زدی بعدیو بنویس، تیک زدی بعدیو بنویس. سرعت میتونه بالا باشه اما قدم اول و قدم صدم نمیتونه باشه. توی هوش مالی ما باید فرق بدهی خوب و بدهی بد رو بدونیم. شما میری وام میگیری واسه چی؟ میری گوشی آیفون 16 بخری؟ بدهی بده، چیزی بهت اضافه نمیکنه، آورده مالی برات نداره. میری وام میگیری، قرض میگیری، میری باش طلای آب شده میخری، خوبه، بدهی خوبه، قرض داری، وام داری، اما اون چیزی که براش سرمایه گذاری کردی به تو اون وامه رو که برمیگردونه هیچی، برای تو سودآوری هم داره. ما باید تفاوت‌های بدهی‌های خوب و بد رو توی زندگیمون بشناسیم تا بتونیم سرمایه‌گذاری‌های درست انجام بدیم. آدم معمولی‌ها بخش زیادی از مشکلشون توی جامعه مالی اینه که تفاوت بدهی خوب و بد رو نمیشناسن. تا یه پولی میاد دستشون، مبلمون رو عوض کنیم، پرده‌های خونمون رو عوض کنیم، فلان مهمونی رو بگیریم، 10 نفر به ما مهمونی دادن ما بهشون پس ندادیم، مهمونی بگیریم، بریز به پاش کنیم. بهت برمیگرده؟ از مبل خونت پول بهت برمیگرده؟ از پرده خونت پول بهت برمیگرده؟ نه خانم عزیز، آقای عزیز، اگه اون پول رو توی کسب و کارت خرج کنی، اگه اون پول رو یه سرمایه گذاری درست بکنی و اون سرمایه گذاریه برای تو آورده جدید مالی داشته باشه و تو از اون آورده جدید مالی یعنی بچه سرمایت بری خرج کنی، این تا حدودی درسته. میدونین باید از انباشت ثروت شما به پول برسین و با ایجاد بدهی خوب. وام خوبه، درستش خوبه، در جای درست خرج شدنش خوبه. اما میایم سراغ اسلاید مهم. تا الان 8 تا رمز گاف صندوق ثروت جهان هستی رو بهتون گفتم. میخوام 4 تا دیگه‌اش رو که امروز لابلای مباحث بهتون گفتم و براتون رمزگشایی بکنم. اول، پول شعور داره. پول احساسات و فرکانس های شما رو دریافت میکنه. پول جایی میره که اون آدم هم قدر خودشو میدونه هم قدر پولو. اون آدم هم به خودش احترام میذاره هم به پول. یه نگاه بکن، چقدر به خودت احترام میذاری؟ چقدر قدر خودتو میدونی؟ چقدر برای خودت ارزش قائلی؟ در همون حد ثروتمندی. چقدر قدر پولو میدونی؟ چقدر برای پول ارزش قائلی و احترام میذاری؟ همونقدر پول به سمتت میاد. این رمز اول. رمز دوم، انباشت پول تو رو به سرمایه های کلان و به ثروت میرسونه. تو حتما و قطعا باید درآمد فعال و غیر فعال داشته باشی. تو باید یه کسب و کاری داشته باشی، یه حقوقی داشته باشی، بعد از اون کسب و کار راههایی رو یاد بگیری که اونو رشد بدی، بعد که رشدش دادی راههایی رو برای سرمایه گذاری درست یاد بگیری. اینا یعنی سواد مالی، اینا یعنی هوش مالی. و من توی دوره‌های مفصل‌تر خیلی جزئیات بیشتری در مورد سواد مالی و هوش مالی میگم.
که یاد بگیری اولا چطور بیشترش کنی، ثانیا چجوری سرمایه گذاریش کنی. اون پستی که گذاشتم گفتم که 4 تا کارت پول داشته باشین، یه نکته ریز از سواد مالی بود. واقعا باید 4 تا کارت پول داشته باشین. باید یاد بگیرین شروع ورودی مالیتون 10% رو انباشت کنین. هم سرمایه گذاری کنید روی خودتون، هم سرمایه گذاری کنید روی بازار درست. سرمایه گذاری کنید روی خودتون برای آموزش دیدن، برای رشد شخصیتی، برای رشد سواد مالی، رشد مهارتی که دارین توش کار میکنین، و هم سرمایه گذاری کنین توی بازار درست. بین آیفون 16 و طلای آب شده گفتم طلای آب شده بازار درسته، نه آیفون 16، مگه اینکه شغل شما شغلیه که نیاز به آیفون 16 مثلا دوربین آیفون 16 برای تولید محتوای بسیار حرفه‌ای داره. در غیر این صورت گیر بازی ذهنتون نیفتین و قطعا پسنداز خوشی داشته باشین. خوشی یعنی همون رمز قبلی، یعنی من برای خودم احترام قائلم، خودم رو دوست دارم، از الان دارم برنامه‌ریزی خوشی واسه خودم میکنم. این فرکانس درست میفرسته به هستی. پس شما باید درآمد فعال غیر فعال داشته باشین و سرمایه گذاری درست رو یاد بگیرین، اول روی خودتون بعد روی بازار درست، تا انباشت پول رو تجربه بکنین. رمز سوم گاف صندوق ثروت میگه که ترمز اصلی درونیه. وقتی که شما توی ماتریکسی، توی کدنویسی ها و باورهای اشتباه ذهنیتی، وقتی توی جامعه ما یه عالمه ضرب المثل پولسوز وجود داره، پول که زیر پای فیله، این دور زمونه پول در آوردن سخته، مگه پول علف خرسه که اینجوری خرجش میکنی، هر که بامش بیش برفش بیشتر، این باور پولسوزه. یعنی شما ترس از رشد کسب و کار پیدا میکنی با این باور. وای اگه کسب و کارم توسعه بدم، تعداد کارمندام زیاد بشه، بعد به همه اینا بیمه بدم، بعد مزایای حقوقی همه اینا رو در نظر بگیرم، ولش کن. الان همین آب باریکه که میاد خوبه دیگه، بسمه دیگه. باورهای پولسوز به شدت زیادی در ضمیر ناخودآگاه ما هست. باورهای کمبود، باورهایی که فراوانی وجود نداره، به همه نمیرسه، بدوم اول صف باشم، ذخیره کنم، پسنداز کنم، نگه دارم، ماه بعد گرونتر میشه. برای شغل من که پول توش نیست، برای سن من دیگه جواب نمیده، آخه من یه خانومم، آخه ما توی شهرستانیم. اینا همشون باور پولسوزه. آخه من مدرکشو ندارم، آخه من فکر میکنم استعدادشو ندارم، آخه من نمیتونم از پسش بر بیام. اینا همشون باور پولسوزه. اینا همشون ترمزهای اصلی درونیه که شما از این بیرون زور بزن تا اینا رو درست نکنی نمیتونی پیشرفت کنی. و گاز اصلی هم درونیه. آره، توی ماشین ثروت پدال گاز درونیه. روتینت، تغذیت، آب، هوا و خوراکی که میخوری و ذهنیتت، عزت نفست، همه اینها در کنار همدیگه میشه اون فشاری که روی پدال گاز در کنار اون تخصص و مهارت و فعالیت‌های فیزیکی انجام میدی. تا الان تمام صدتو گذاشته بودی روی فعالیت‌های فیزیکی، قدرتش 5%. الان یه ذره از تمرکزتو بذار روی تلاش‌های متافیزیکی، روی ذهنت کار کن، روی عزت نفست کار کن، روی روتینت کار کن، روی ورودی‌های جسمت کار کن. بعد اون موقع میبینی قدرت اینا 95%. اینا شتاب میده به زندگیت. پاتو از رو ترمز کم کم برمیداری، پاتو با فشار میذاری روی گاز و در مسیر ثروت قرار میگیری. باز هم رمز گاف صندوق داریم، در ادامه آموزش ها بهتون میگم. اما بیایم سراغ امروز و چکلیست تمرین های امروز. ببینین کاری که باید بکنین اینه که برین ضرب المثل های پولسوز رو بنویسین. توی خانواده شما، توی جامعه شما، توی کشور شما چه ضرب المثل هایی هست که مرسومه اما باعث میشه که پول به سمت شما نیاد؟ باور پولسوزه. بعد از اون باورهای خانوادگیتون و عادتهای خانوادگیتون که اشتباه در مورد پول رو بنویسید. توی نظام‌های کارمندی، خانواده‌هایی که فرهنگی بودن، کارمندی بودن، کارگری بودن، خیلی باور محدود کننده وجود داره. خیلی باور کم بود، باور اینکه نمیرسه، باور اینکه
نیست، باور اینکه تو شهر ما جواب نمیده، تو این شغل جواب نمیده، واسه این مدرک نداشتن جواب نمیده، من از پسش بر نمیام و خیلی چیزای دیگه. صدها باور پولسوز داریم، یکی یکی توی دوره‌های تخصصی میگیم، یکی یکی میگیم براشون چیکار کنیم. سومین تمرین، تمرین‌های آینه رو انجام بده. خوددوستی، خودپذیری، خود ارزشمندی. با خودت حرف بزن، واگویه‌هاتو مثبت کن. چهارمیش، دخل و خرجتو بنویس. سواد مالی از جایی شروع میشه که تو ریز ورودی‌های مالیت و ریز خروجی‌های مالیتو بنویسی. تا داده نداشته باشی نمیتونی اصلاح کنی، نمیتونی باگتو بفهمی. تا ننویسی از صبح تا شب بابت چیا پول دادی، تو طول ماه بابت چیا پول دادی، متوجه نمیشی دورریزهای مالی چیه، متوجه نمیشی که کدوم رفتارهای افراطی ناخودآگاه رو در برابر پول داری، متوجه نمیشی که کجاها قدر پول رو ندونستی، متوجه نمیشی که کجاها میترسی پول خرج کنی. آره، بعضی از ور پشتون افتادن، بعضی از ور پشتون افتادن. بعضیا باید یه جایی پول خرج کنن نمیکنن، بعضیا یه جایی نباید پول خرج کنن میکنن. تا وقتی ننویسیش نمیتونی بهش مسلط باشی و مشرف باشی. پس برید بنویسید. 3 ماه ریز ورودی مالی بنویسید، ریز خروجی مالی بنویسید. ریز یعنی 2000 تومان هم دادی بنویسید. تمرین 4، از امروز اون کارت 3 و 4 رو تمرین کن. پسنداز کن. پسنداز برای سرمایه گذاری روی خودت و بازار درست، پسنداز برای صرف خوشی. حداقل 10%. تا وقتی انباشت نشده دست بهش نمیزنی. تا وقتی به یه عدد و رقم درست حسابی نرسیده دست بهش نمیزنی. وقتی رسید میری توی بازار درست سرمایه گذاریش میکنی. 6مین تمرینی که بعد انجام بدی اینه که بدونی توی سرمایه گذاری قانون اصلی اینه که حفظ سرمایه داشته باشی. سرمایه حفظ بشه. ببینید ما سرمایه گذاری هایی ممکنه بکنیم که پر ریسکه، اصلا احتمال برگشت پولم توش خیلی کمه، اما از این برم اگه رشد کنه 10 برابر رشد میکنه. سرمایه گذاری غلطه. اولین قانون توی سرمایه گذاری اینه که اصل پولم حفظ بشه. اگه اینو یاد بگیرین قطعا در مسیر انباشت پول قرار میگیرین. و 7 خان موفقیت و پولسازی مونده که توی جلسه های بعدی میخوام بهت بگم. امیدوارم که مباحث رو تا اینجا با نشاط دنبال کرده باشی، تمرینا رو انجام بدی، فیلم‌ها رو واسه دوستات بفرستی، قانون سینرژی و بهار رو توی زندگیت و توی این دوره اجرا بکنی و قبراق و خوش انرژی منتظر آموزش‌های بعدی باشی. من قراره که کلی جواب سوال بهتون بدم، توی اون جواب سوالا کلی نکته مفید ممکنه که یاد بگیری و قراره که 7 خان موفقیت و پولسازی رو هم بهت بگم. منتظر آموزش‌های بعدی باش. یادت باشه که این فیلم رو برای دوستات بفرستی که انرژیش 100 چندان به زندگیت برگرده. کاتالیزور لبخند هم یادت باشه، بخند به روی دنیا، دنیا به روت بخنده. ممنونم از همراهیت. دلت شاد و لبت خند.